سوال اینه به روش تیلور مرتبه 2 با h نیم مقدار y3 رو از ما میخواد. خب این معادله رو اگه من قرار باشه با استفاده از بحث تحلیلی حلش کنم و دارم سراغ درس معادلات دیفرانسیلی، معادله مرتبه اول خطیه، یعنی این طرفین رو برای یه x که تقسیم کنیم میشه y پریم به علاوه یک x y، این x هم میاد اینور مساوی با یک p1 q p1 x q میشه یک. میتونیم با اون الگوریتم حلش کنیم. اما اینجا هدف حل معادله به روش تحلیلی نیست، میخوایم به روش عددی حلش کنیم. خب الگوریتم حل معادلات با استفاده از روش‌های عددی به این شکله که شما باید اولین کاری که می‌کنید این معادله رو استاندارد کنید، یعنی وای پریمو تنهاش کنیم. آفرین. خب بگو من معادله رو وای پریمو تنهاش کنم چی میشه؟ اصلا اول x و y رو میبریم اونور تساوی. آفرین، میشه x y پریم مساوی با x منهای y. خب بعد طرف اینا به یه x تقسیم میکنیم. طرفین به یه x تقسیم میکنیم. ببین من به دو حالت میتونم طرفین رو بر x تقسیم کنم، هر دو حالتشو اینجا مینویسم. حالت اول اینه که بنویسم y پریم مساوی با x منهای y xم. حالت دوم اینه که بنویسم y پریم مساوی با x xم یک منهای y xم. این دوتا یکی هستن، هیچ فرقی نمیکنه. اما یه نکته اینجا وجود داره، چون میخوایم با ماشین حساب این کار انجام بدیم. نکته اینه که خب الان استثناءً اینجا xxم شد چند؟ یک. ولی ممکنه عبارتی که شما توی امتحان بهش برخورد میکنید اینجا عبارت کسری اتفاق بیفته. یعنی باز هم مثلا اینجا باشه مثلا x2y وقتی میخوره یه xy یا یه عبارت کسری اینجا بمونه. نکته‌ای که وجود داره علامت کسر تو ماشین حساب 7 کاراکتر اشغال میکنه. یعنی عبارتی که شما تو امتحان می نویسید خط کسری، این عبارت در اصل اینه پرانتز مربع پرانتز بسته تقسیم به این. یعنی شما یک علامت کسر که میزنید خود به خود 7 کاراکتر اشغال کردید. یه پرانتز باز، یه پرانتز بسته، یه عبارت داخلش، تازه اگه اون عبارت فقط خودش یه کاراکتری باشه. آفرین. این 7 کاراکتر اشغال میکنه. خب اگر من اینجا اینو بنویسم میشه 1 کاراکتر، 2 کاراکتر، 3 کاراکتر، 4 کاراکتر، دو تاش میره میمونه 2 کاراکتر به علاوه 7 کاراکتر میشه 9 کاراکتر. اما اگر اینجا عبارت کسری اتفاق بیفته، حالا میگم اینجا استثناء اتفاق نیفته، پس هیچ کدوم از این دوتا فرقی نمیکنه. ولی اگر عبارت کسری اینجا اتفاق میافتاد، خب یک کسر اینجا، یک کسر اینجا، خود اینا میشد 14 کاراکتر. یعنی خود به خود تعداد کاراکترهای اشغالی تو ماشین حساب بیشتر میشد. و خب پس یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنیم. من باشم معمولا این گزینه رو استفاده میکنم، یعنی من اگر باشم این گزینه رو برای ادامه مثلا استفاده میکنم. خب عبارتی که اینجا میمونه رو ما با f x و y نشون میدیم، یعنی حالت استاندارد y پریم مساوی با f x و y. خب گام دوم شناسایی همین f x و y. نقطه شروع x هم x0، نقطه شروع y هم y0، hی که در سوال داده میشه و نقطه‌ای که من باید بهش برسم. چجوری؟ h تا آفرین h تا h تا. خب بیاین جدول رو بکشیم. گام بعدی کشیدن جدوله. خب یه جدول میکشم، مقادیر x و y رو توش مشخص میکنم. خب x0 هم چنده؟ 2. y0 هم 2. x بعدیم بعد چقدر بهش اضافه کنم؟ 5 هم بهش اضافه. آفرین میشه 2.5. x بعدیم میشه 3. رسیدم به اون چیزی که سوال میخواست. اما اینا علامت سوالن، یعنی اینو ندارم. دو تا روشی که توی حل، یعنی کلا روشایی که در حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول داریم این شکلیه که با کمک این دوتا این علامت سوال به دست میاد. وقتی این علامت سوال به دست اومد، حالا با کمک این و این یکی هم به دست میاد. بریم سراغ روش الانمون. روش چیه؟ روش تیلور مرتبه 2. فرمولشو میگه بنویسم yn به علاوه 1 مساوی با yn به علاوه h f xn و yn به علاوه h2 دوم
F پریم XN و وای YN. این فرمول تیلور مرتبه دو. این توان H مرتبه تیلور رو به ما نشون میده. خب من YN و H و FXN رو دارم، H دو هم که دارم، ولی F پریمو ندارم. پس اول باید F پریمو به دست بیارم. خب F رو دارم، F X و Y من اینه، F پریم X و Y میشه مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت تقسیم بر مخرج به توان دو. خب مشتق صورت میشه 1 منهای وای پریم. این مشتق صورت. یه نکته تو مشتق گیری اینجا بگیم، یه نکته خیلی مهم. وقتی میخوایم از تاب مشتق بگیریم x یه متغیر مستقله، پس مشتقش میشه همون مشتق معمولی. مشتق x میشه 1، مشتق x2 میشه 2x، مشتق سینوس x میشه کوسینوس x. اما y یه تابعیه که به x وابسته است، یعنی y یه تابع متغیر وابسته است به x ما. پس وقتی داریم ازش مشتق میگیریم مثل حالت کلی u مشتق میگیریم. فرمولای حالت کلی u وقتی میگیم مشتق y چی میشه نمیگیم 1، میگیم آفرین. مشتق y2 چی میشه 2y y پریم 2y y پریم. مشتق سینوس y چی میشه y پریم کوسینوس y. مشتق ای به توان y چی میشه y پریم ای به توان y. آفرین. پس اینجا مشتق x میشه 1 منهای مشتق y هم میشه y پریم. خب در مخرج آفرین منهای مشتق مخرج چنده؟ 1 در خود صورت آفرین منهای وای تقسیم بر مخرج به توان 2. خب در روش تیلور به این شکله که ما سمت راست مسئله‌مون رو توی ماشین حساب تایپ میکنیم، کلک رو میزنیم، از همون x و y و h رو میپرسه. البته h رو میتونیم همون عددش رو وارد کنیم، یعنی نیم رو اینجا بنویسیم y به علاوه نیم ضرب در این به علاوه نیم به توان 2 تقسیم بر 2 ضرب در این. اینو تو ماشین حساب تایپ میکنیم، کلک رو میزنیم، از همون میپرسه x علامت سوال y علامت سوال، این دوتا رو بهش میدیم، اینو بهمون میده. یه نکته اینجا وجود داره، یه عاملی که نمیتونیم تایپش هنوز آفرین مجهوله برامون، نقطه شروعی براش تعریف نشده. اما طبق فرم استاندارد میدونیم وای پریم همون x منهای وای xومه. پس میتونیم اینو به این شکل توی ماشین حساب تایپ کنیم، یعنی بیایم بنویسیم f پریم x و y مساوی با خب آفرین. اول اینو ضرب کن، x ضرب در 1 میشه x منهای، من دیگه یه باره میخوام انجام بدم، x ضرب در y پریم. اگه x ضرب در y پریم بشه این x با x آفرین میشه برعکسش منفیش دیگه. بله دیگه. منفی x به علاوه y. آفرین منفی x به علاوه y. درسته؟ خب اینم منهای x به علاوه y تقسیم بر x2. یه بار دیگه ضربش کردم، یعنی x رو ضرب در 1 کردم، x رو ضرب در y پریم کردم که x با x رفت، مون این قرینش کردم چون منهاست، منهای x به علاوه y. اینم که منها رو ضرب کردم، منهای x به علاوه y. خب اینو با این میزنم، این y با y میشه 2y، میشه 2y منهای x تقسیم بر x2. این میشه مقدار f پریم x و y هم. حالا عبارت رو باید تو ماشین حساب تایپ کنیم. توی ماشین حساب تایپ میکنم y به علاوه نیم ضرب در f پریم به علاوه نیم به توان 2 تقسیم بر 2 ضرب در f پریم. آفرین. کلک رو میزنم، میخوای بنویسم چیزایی که تو ماشین حساب تایپ میکنیم و بذار چیزی که تو ماشین حساب باید تایپ کنیم اینجا بنویسم. یه بار دیگه بگو y به علاوه نیم x منهای y به روی x. بذار من از این ماژیک استفاده کنم. y به علاوه نیم خب در x منهای y به روی x آفرین به علاوه نیم به توان 2 تقسیم بر 2. بعضی ممکنه بگن این پرانتز چیه، لازمه بذاریم یا نه؟ بله دیگه. احسن. اگه این پرانتز رو نذارید و اینجا در
x ضرب میشه. آفرین. حالا البته اینجا نه ها، این چون کسرشو کسر می‌نویسیم کلشو ضرب میکنه، ولی اگه اینجا دو تا جمله باشه، اگر دو تا جمله مثلا اینجا بنویسید یک من، بعضیا گفتم به اون حالت بنویسید، مثلا بنویسید یک منهای وای ایکس هم، اگه بنویسید یک منهای وای ایکس هم و اینجا پرانتز نذارید نیم فقط تو یک ضرب میشه و تو جمله دوم ضرب نمیشه. پس این پرانتزو حیاتیه، حتما تو ماشین حساب باید بذارید. خب در 2y منهای x تقسیم به x2 اینو بعد تو ماشین حساب تایپ کنید و بعد دکمه کلک رو بزنید. ازتون اول وای رو میپرسه، چون اولین چیزی که میبینه وایه، بهش میدید 2. بعد میاد جلو x رو میبینه، x هم ازتون میپرسه، بهش میدید 2. این عدد اینجا رو بهتون میده. دوباره که اجرا کنید وای و x رو، عددی که اینجا به دست اومده و این. حالا میتونید یه ذره به کارتونم سرعت بدید. حالا اینجا 2 مرحله بیشتر نیست، خیلی اذیت کننده نیست. من اگر توی ماشین حساب بیام اینجا بنویسم y مساویه و بعد ته کارم بنویسم 2 نقطه x، اینجا بنویسم x مساوی با x به علاوه نیم، اینجا دیگه ماشین حساب آفرین دفعه اول فقط x و y از من میپرسه، بهش 2 و 2 رو میدم و بعد اجرا میکنم کامل، همه رو دیگه با مساوی بهم میده. خب ماشین حساب برداریم. مثلا اون نیمی که اون آخر نوشتیم همون اچمونه دیگه. حالا اگه مثلا 2 دهم بود 2 دهم برمیاد این. بله این x به علاوه نیم داره x ها رو هی آپدیت میکنه. این y مساوی با این y ها رو داره آپدیت میکنه، یعنی این y و x رو مرحله بعد تو حافظش داره و دیگه لازم نیست شما بهش بدید. خب توی ماشین حساب پس می‌نویسم y، من بدون این مساوی ها رو می‌نویسم، من همینو فقط می‌نویسم چون مرحله کوتاه زیاد نیست علامت سوالا، این خودم عددا رو دیگه بهش میدم. پس تو ماشین حساب می‌نویسم y به علاوه نیم پرانتز باز خط کسری های y به روی x به علاوه نیم به توان 2. بذار اول اینو تایپ کنم، پرانتز بسته به علاوه خط کسری نیم به توان 2 توی مخرج 2 دوباره پرانتز باز خط کسری 2y به روی x2 به روی x به توان 2 پرانتز بسته کلک. ازم پرسید y علامت سال 2، ازم پرسید x علامت سال 2. مقداری که بهم میده رو اینجا می نویسم. این مقدار y 2.5 33/16 یا 2.0625. این میشه y اولمون. حالا یه بار دیگه که مساوی بزنم y ازم میپرسه. اگر اینجوری رفته بودم دیگه نمیپرسید. الان چرا میپرسید ولی خودش تو حافظش 2.0625 داشت، ولی الان تو حافظه وای من 2 بیشتر نیست. چرا؟ چون وای قبلیه تو حافظش. خودم بهش میدم 2.0625 x 2.5 به من میده 873/400 یا 2.1825. این جوابیه که به عنوان وایسه باید گزارش بدیم. تمام. رانکوتای مرتبه 2 با h 2500 مقدار وای نیم رو از ما میخواد. خب الگوریتم رانکوتا دقیقا شبیه الگوریتم روش تیلوره. مثال قبلی، توی مثال قبلی ابتدا باید f رو تشخیص میدادیم که خب این سوال الان خودش f برای ما مشخص شده است، چون وای پریم یه طرف تساویه، بقیه عبارت ها این ور تساوی. پس f مشخصه، مقدار x صفر، مقدار y صفرمونم صفره، h 2500 و xn نیم. خب فرمول رانکوتای مرتبه 2 اینجا بنویسم. میگه k1 هست hf xn و yn، k2 هست hf xn به علاوه h و yn به علاوه k1 و yn به علاوه 1 میشه yn به علاوه k1 به علاوه k2 دوم. این فرمول رانکوتای مرتبه 2. رانکوتای مرتبه 4 اگه میخواست hf xn و yn بود، hf xn به علاوه h yn به علاوه h ببخشید xn به علاوه h دوم yn به علاوه k1 دوم. یک کاسه داشت
HFXN به علاوه H دوم YN به علاوه K2 دوم و یک K4 هم داشت HFXN به علاوه HYN به علاوه K3. فرمول اینجا میشد K1 2K2 2K3 K4 ششم. یعنی فرقش توی فرمول به این ترتیب بود. اما خب این سوال الان رانکوتای مرتبه 2 رو از من میخواد. دو تا روش میخوام برای حل این معادله بهتون بگم. یه روش احتیاج به دقت زیاد داره و یه نکته‌ای هم توش وجود داره، اینکه توی ماشین حساب شما تعداد کاراکترهایی که جا میشه خیلی محدوده. یعنی من توی ماشین حساب نمیتونم هر تعداد کاراکتری که خواستم بزنم. مثلا توی ماشین حساب خود من، توی این ماشین حساب کاسیو FX991 تعداد کاراکترش 89 کاراکتر بیشتر نیست. یعنی اگه من بخوام تایپ کنم تا 89 کاراکتر. تو ویدیو قبلی هم اشاره کردم مثلا دکمه تقسیم خودش 7 کاراکتر چیکار میکنه؟ اشغال میکنه. دکمه توان 7 کاراکتر اشغال میکنه. خب اینو بذارم اینجا. راه حل اول، تنها چیزی که توی ماشین حساب تایپ میکنید HF، یعنی H ضرب در F X N و Y N رو توی ماشین حسابتون تایپ میکنید. الان توی این سوال یعنی چی تایپ میکنم؟ 25 صدم 2 تا X به علاوه 1 کوسینوس 2Y. این فقط توی ماشین حساب تایپ میشه. خب مقداره چیزا میتونیم بذاریم x و n هم میتونیم بذاریم نیم دیگه. آره K1 K2 بعد به همین ترتیب. نه میدونی چرا اینو فقط تایپ کردم؟ چون ببین K1 HF K2 HF فرمول رانکوتا مرتبه 4 هم الان برات خوندم، اونم HF بود، یعنی K3 K4ش هم HF بود. یعنی تنها چیزی که توی ماشین حساب باید تایپ بشه HF، یعنی H ضرب در F. متفاوتی برای احسن، ورودیاش فرق میکنه. x رو بعد بدیم x n به علاوه h رو مثلا. احسن، ورودی ها فرق میکنه. یعنی الان برای K1 ورودیمون x0 و y0 مثلا برای اولش که میخوایم بسازیم، یعنی این دوتا. بعد که K1 تولید شد برای K2 ورودی f هم x به علاوه h برای xشه، برای y به علاوه K1 که اینجا تولید شده. آفرین. خب میام اینو تو ماشین حساب تایپ میکنم. یعنی توی ماشین حسابم تایپ میکنم 25 صدم پرانتز باز 2 دوباره پرانتز باز x به علاوه 1 پرانتز بسته کوسینوس 2y پرانتز کوسینوس بسته پرانتز اصلی هم بسته. حالا کلکو میزنم. ازم میپرسه x علامت سوال، بهش میدم 0. میپرسه y علامت سوال 0. میشه نیم. این چیه؟ K1. آفرین. K1 میشه نیم. حالا بریم K2 رو به دست. احسن. حالا K2 دوباره همین فرمول ران میشه، یعنی مساوی میذارم، ازم میپرسه x علامت سوال، اما xی که از من میخواد x به علاوه h، یعنی 0 به علاوه 25. عادت کنید همینطوری تو برگه بنویسید، نمیخواد عدد رو محاسبه کنید بنویسید. یعنی الان میپرسه x، من می‌نویسم 0 به علاوه 25 صدم. مقدار y رو از من میخواد 0 به علاوه نیم. آفرین. 0 به علاوه K1 0 به علاوه K1 0 به علاوه نیم. خب مقدار K2 رو به من میده ممیز 33 77. این K1 این K2. حالا یه اشکال این روش اول دارم میگم دیگه. اشکالش این که من الان تو محیط کلکم، ولی میخوام برم K1 و K2 رو با هم دیگه جمع کنم، تقسیم بر 2 کنم، با وای قبلی جمع کنم تا y1 هم تولید بشه. ببینید جدولش بکشم. دستی نمیشه حساب کرد. چجوری؟ دقیقاً بیایم K1 رو نیمو به علاوه 33 77 بکنیم. خب ماشین ذهنی میتونی حساب کنی؟ نه خب تو ماشین حساب دستی میزنی. خب تو ماشین حساب از محیط کلک خارج میشه. همین عیبشو دارم میگم. خب حالا یه راه حل بگم. من الان دکمه AC ماشین حسابو میزنم، صفحه پاک میشه. خب ولی با جهت‌نماهای بالا پایین، اگه توی ماشین حسابتون دقت کنید، مثلا من الان ماشین حساب من جهت‌نمای بالا روشنه، اون بالا صفحه ماشین حساب جهت‌نمای بالا روشنه، یعنی اگه جهت‌نمای بالا رو بزنم عملیات که قبلا انجام دادم برام میاره. ولی الان میام اول این عملیات رو انجام میدم.
یه راه دیگه‌اش میدونید چیه؟ با 2 تا ماشین حساب بری سر جلسه امتحان. یعنی بیای این ماشین حساب از محیط کلکش خارج نشی، یه ماشین حساب به در نخور در حد همین 4 عمل اصلی رو انجام بده، با خودت بیاری این دوتا رو کنارش انجام بدی، یعنی این عملیات رو. ولی راه این که اگه با یه ماشین حساب میری سر جلسه امتحان، این که بیای الان اینو بنویسی 0 به علاوه خط کسری نیم به علاوه ممیز 33 77 تقسیم بر 2 عدد میشه 4189. این عدد اینجاست، ممیز 4189 این عدد اینجاست. خب گفتم AC رو بزن، جهت‌نمای بالا و پایین بیار تا فرمولی که داشتی باش کار میکردی بیاره. من آورد فرمولمو، الان روش کلک میزنم، دوباره ازم میپرسه X علامت سوال. حالا بعد یه کایک و کادوی جدید تولید کنم، اما دیگه این میره تو قوطی X آی و Y آیی که اینجا میبینید دیگه 0 0. آفرین، اینا از جدید استفاده میکنیم. آفرین. الان که من X و Y رو میخواد، این دوتا رو بهش میدم، یعنی بهش میدم 25 صدم، Y رو میخواد 41 89. کایک رو به من میده 41 82. خب مساوی میزنم، X بعدی رو از من میخواد، یعنی 25 صدم به علاوه 25 صدم به علاوه 25 صدم که میشه نیم، ولی من گفتم عادت کنید همینطوری برید. و وای از من میخواد، میشه 4189 به علاوه 4182. خب کادو رو به من میده منفی 0.774. این کادو منه. آفرین. حالا اینو البته دیگه اینجا از ماشین حساب اومدید بیرونم دیگه مهم نیست، چون جواب آخره. آره اگه آن آف هم اشتباهی دکمه آن آف رو زدید سفرم پاک کردید اینجا مهم نیست، ولی خب عادت کنید AC سفر رو پاک کنید. خب 4189 به علاوه خط کسری 4182 منهای 774 تقسیم بر 2. جواب میشه ممیز 58 93. این راه حل بود، راه حل فقط استفاده از HF. یه راه حل برنامه نویسیه، برنامه نویسی این فرمول، یعنی من بیام این فرمول رو تو ماشین حسابم بنویسمش. چطوری؟ خب کایک تو ماشین حساب من حرفی به اسم کایک ندارم، از 2 نقطه استفاده کنیم. آفرین. فرمول ها رو متوالی با 2 نقطه کنار هم، یه دفعه X رو بذاریم، یه دفعه X به علاوه H رو بزنیم، به هر بار از اون رو میپرس. احسن. خب به جای کایک از حرف مثلا A استفاده میکنم، مساوی H هم 25 صدم، ولی 25 صدم چند کاراکتر داره؟ 4 کاراکتر. چند بارم میخوام ازش استفاده کنم، یعنی 3 4 جا بعد ازش استفاده کنم. خب 3 4 تا میشه 12. گفتم این کاراکتراش محدوده، برای اینکه فرمولش جا بشه بیام از چی استفاده کنم؟ از یه حرف. مثلا من تو ماشین حساب به جای H، چون این ماشین حساب H هم نداره، نه حرف H نداره، داره A و B و C و D و E و F و X و Y و M داره. فقط این ماشین حساب کاسیو FX مثلا میام از مثلا B، حالا چون A و B میخوام پشت سر هم باشن کایک کادو، میام مثلا C استفاده میکنم. آفرین. میرسن C پرانتز باز 2 در X به علاوه آفرین 2 در X به علاوه 1 کوسینوس 2y پرانتز بسته پرانتز بسته 2 نقطه. حالا احسن 2 نقطه. حالا B کادو آفرین پرانتز باز. خب همین فرمول فقط به جای هرچی X دیدین یه X به علاوه C و به جای هرچی Y Y به علاوه A. آفرین. همین فرمول یعنی 2 پرانتز X به علاوه C به علاوه 1 پرانتز بسته کوسینوس 2 یه پرانتز Y به علاوه A پرانتز بسته پرانتز اصلی هم بسته، چون این پرانتز مال این پرانتزه، این پرانتز مال کوسینوسه، این پرانتزی که اینجا بستم باز کردم اینجا میبندمش. حالا 2 نقطه
یه پرانتز دیگه هم اصلا باید بزنیم. نه دیگه چرا دیگه؟ این ببین این پرانتز باز و بستش اینجا، این پرانتز اینجا بسته، این پرانتز اینجا بسته، این پرانتز هم اینجا بسته. خب حالا بیایم فرمول بعدی اینو بنویسم. y مساویه y به علاوه a به علاوه b دوم دو نقطه x هم آپدیت کن. x به علاوه 25 c دیگه لازم نیست تو ماشین حسابت اصلا فقط اولین بار این دو عدد رو وارد کنی دیگه تا همه رو برات تولید میکنه. یعنی فقط این اگه تو ماشین حساب 25 من وارد کنم. آره c هم ازمون میخواد احسن x و y و c این سه تا رو ازم میپرسه بقیه رو دیگه تا آخر برام تولید میکنه. خب بیاین تایپ کنیم a مساویه c پرانتز باز احسن دو پرانتز باز x به علاوه 1 پرانتز بسته کوسینوس پرانتز باز 2y پرانتز بسته پرانتز بسته احسن دو نقطه b مساویه با خب c پرانتز باز دو بله. پرانتز باز x به علاوه c به علاوه 1 پرانتز بسته کوسینوس پرانتز باز دو پرانتز باز y به علاوه a بعد سه تا پرانتز بسته سه تا پرانتز بسته بعد دو نقطه y مساویه با y به علاوه خط کسری a به علاوه b تقسیم به دو نقطه x مساوی با x به علاوه c. فرمول تایپ شد. کلکو میزنم ازم میپرسه سی علامت سوال. چرا سی رو پرسید؟ اولین چیزی که میبینه است 2500. ازم پرسید x علامت سوال صفر. ازم پرسید y علامت سوال صفر. و حالا شروع کرد یکی یک دوم یا نیم کادو 3377 مساوی بعدی وای میده 4188. چرا 4188؟ احتمال رقم اشارش متفاوت. چرا 4189 نه 4188؟ خب بخاطر که اون 5 رقم اشار نه دلیلش اینه که این جواب 4188 به جواب واقعی نزدیکتره. میدونی چرا؟ چون دیگه اعدادو گرد نمیکنه. ما اینجا میومدیم اینا رو گرد میکردیم. یعنی الان 3377 رو ما گردش کردیم، نیمو گردش کردیم، بعد با هم جمع کردیم تقسیم بر دو. ولی چیزی که الان ماشین حساب داره چون بی رو خودش تو حافظش داره عدد کاملشو میاد عدد کامل با نیم جمع میکنه تقسیم بر دو عدد میشه 4188. ولی مهم نیست. مساوی بعدی x بعدی رو میده یعنی 1 چهارم 2500. مساوی بعدی c رو میخواد که خودش تو حافظش داره، x رو میخواد که 2500 تو حافظش هست، y رو میخواد 4188 تو حافظش هست. مساوی بعدی k1 رو میده 4182 منفی 0774 و 5893 جوابیه که به ما میده. این روش بهتره یا روش قبلی؟ این. اما یه نکته ای چرا من همون اول اینو نگفتم؟ چرا رفتم اول روش سخت‌تر رو گفتم؟ چون همیشه ممکنه این فرمول تو ماشین حسابت لحاظ کاراکتری جا نشه ولی این همیشه جا میشه. الان این فرمول یه طوری بود که اصلا خود تابع وای اگر یک مقداری پیچیده تر باشه کاراکتر بیشتر میگم نه اگه اینجا دکمه کسری مثلا اگه این تو مخرج این بود یعنی این تقسیم بر این بود احتمال اینکه جا نشه بود. البته جا نشدناش هم راهکار داره. مثلا میتونیم بیخیال این نکته بشیم، بیخیال این وای مساوی بشیم. آره اینو خودمون بریم جلو اینم خودمون بریم جلو. مثلا اینجا خودش چند تا کاراکتر 1 2 3 4 5 6 7 تا کاراکتر از بین میره. یعنی میتونیم یه همچین کارایی هم بکنیم. یا مثلا اینجا اینو دستی بنویسیم y به علاوه پرانتز a به علاوه b دوم تقسیم بر دو تا کاراکتر اینجا کم کردیم. چون الان اینجوری تو ماشین حساب بزنی 7 تا کاراکتره تقسیم، ولی اگه بنویسی a به علاوه b تقسیم بر دو تعداد کاراکترات کمتر میشه. پس راهکار برای کاهش کاراکتر داریم. این روش بسیار بهتر از روش اوله ولی خب مثلا رانکوتای مرتبه 4 رو دیگه عمرن بشه برنامه‌نویسیش کرد. برای رانکوتای مرتبه 4 مجبوری از همین HF بری. باید از HF بری. همون مثال قبلی رو دقیقاً پاکش نکردم. فقط اینجا به جای رانکوتای مرتبه 2 نوشتم اویلر اصلاح شد. اول خود اویلر رو بگیم چیه؟
معادله فرمول اویلر اینه yn به علاوه 1 میشه yn به علاوه h f xn و yn. تیلور مرتبه 1 رو بهش میگن اویلر. خب خیلی روش ساده ایه ولی خیلی هم خطاش بالاست. چرا؟ چون مرتبه خطاش OH2 چون اینجا به بعد OH2 میشه برش داره. میان با همون قاعده هایی که روی برونرابی ریچاردسون ما توی فصل 3 انجام میدادیم میان این فرمول آپدیتش میکنن و یه فرمولی با مرتبه خطای بهتر میسازن. yn به علاوه 1 مساوی با yn به علاوه h xn به علاوه h دوم و yn به علاوه h دومه f xn و yn پرانتز بسته. یعنی در اصل یک عبارتی که به جای تابع f به جای xاش میشینه x به علاوه h دوم و به جای yn هاش این میشینه. خب من بعد اول چیزی که میخوام تو ماشین حساب تایپ کنم رو به دست بیارم. روند عین همون قبلیه، یعنی روند مثل همون دو روند قبلیه. شما باید اول f رو شناسایی کنید، xf رو شناسایی کنید، yf رو شناسایی کنید، h xn رو شناسایی کنید، جدول مقادیر رو بکشید. خب xf 0 yf 0 25 صدم نیم. حالا بعد چیزی که تو ماشین حساب می‌خوایم تایپ کنیم رو بنویسیم. بیا اول بنویسیم. خب y که y h که 25 صدم پرانتز f. خب f چیه؟ این. اما fی که به جای xاش میشینه x به علاوه h دوم صدم تقسیم بر 2. یا به جای h از c استفاده کنیم راحت تره. خیلی کاراکترهای رم. پس من اینجا 3 میذارم. خب پرانتز رو باز کردم. اینجا یه 2. خب به x رسیدم. به جای x ها گفتم میذاریم x به علاوه c دوم. آفرین. به علاوه 1 پرانتز بسته. خب کوسینوس. بذار من این جدول رو حالا فعلا از اینجا پاکش کنم چون فرمولم طولانیه. در ادامه می نویسمش. خب کوسینوس 2 تا دونه پرانتز 2 تا. حالا به جا y گفته چی بنویس؟ y به علاوه c دومه در کل این فرمول. آفرین. پرانتز باز 2 در x به علاوه پرانتز باز x به علاوه 1 کوسینوس 2y پرانتز بسته. خب این پرانتزی که اینجا وا کردم اینجا بسته. این پرانتزی هم که اینجا وا کردم اینجا بسته. این پرانتزی هم که اینجا وا کردم اینجا بسته. ببینیم پرانتزها رو درست بستیم یا نه. این که پرانتزش باز و بسته، اینم پرانتزش باز بسته. این پرانتز اینجا بسته، این پرانتز اینجا بسته، این پرانتز هم اینجا بسته. این میشه عبارتی که باید توی ماشین حساب تایپ کنیم. اینو توی ماشین حسابمون تایپ میکنیم. اگه نخواهیم بدون ماشین حساب بریم چیکار باید بکنیم مریم؟ باید هر کدوم از این قسمت رو جدا حساب آفرین. تو بعد اول یه f(x) و y جدا حساب کنی. یعنی بیا اینجا بنویسیم مثلا f0 و 0 چی میشه. برای شروع f0 و 0 چی میشه. f0 و 0 رو تو یادداشت کنی. بعد این دوتا عدد رو محاسبه کنی. یعنی بگی آقا 0 به علاوه 25 صدم تقسیم بر 2 مثلا میشه 125,000. بعد اینم خب y 0 به علاوه h دوم یعنی 125,000 ضرب در عددی که گفتم حسابش کردی f0 و 0. اینو عددش رو حساب کنی و دوباره این دوتا رو تو f قرار بدی. یعنی به جای x ها بذاری 125,000 به جای f ها اون عددی که به دست میاد بذاری. خب و در نهایت در h در 25 صدم ضرب کنی با y قبلی جمع کنی y بعدی یعنی y 25 صدم رو به دست بیاری. هر مرحله با این کار همه کار آره. ولی الان اینو تو ماشین حساب تایپ کنی یه c ازت میپرسه یه x یه y خودش میره مرحله بعدی و دوباره دفعه بعد. یعنی این کار خیلی سرعت تو زیاد میکنه و خب این حواسم به پرانتزا و دقت نوشتاری دقت آره. خب اینو من پاکش کنم. دستمال هست نمیخواد. خب جدولشو پایین بکشم. این پرانتز رو بستم؟ نه. ببین یه پرانتز هم خودمون یادمون رفت. این پرانتزی که اینجا باز کردیم اونجا باید میبستی.
پرانتز که بسته شد، اینا رو هم تا اینجا چک کردیم، این پرانتز رو نبسته بودیم. خب جدول 0 0 25 صدم نیم. خب توی ماشین حساب تایپ کنم y، بخون برام که تایپ کنم. به علاوه سی پرانتز باز پرانتز باز 2 پرانتز باز خب x به علاوه خط کسری سی به روی 2 به علاوه سی وایسا یه لحظه، تو مخرج 2 سی به روی 2 به علاوه 1 به علاوه 1 پرانتز بسته پرانتز بسته کوسینوس پرانتز باز خب 2 پرانتز باز خب وای به علاوه وای خط به کسری علاوه سی به روی 2 سی به روی 2 خب پرانتز باز 2 پرانتز باز 2 2 پرانتز باز خب x به علاوه 1 پرانتز بسته x به علاوه 1 پرانتز بسته پرانتز باز خب نه یه کوسینوس بزنین کوسینوس پرانتز باز اول پرانتز باز رو اشتباه گفتی. بله کوسینوس پرانتز باز 2 وای پرانتز بسته پرانتز بسته غیر از این پرانتز که الان بستین 1 2 3 4 تا پرانتز بسته 1 2 3 4 تا پرانتز مجموعاً بسته 5 تا پرانتز بعد تهش بشه. احسن 2 4 5 بله. حالا یه حسنی داره، اگه پرانتز کم و زیاد بسته باشیم وقتی اجرا می‌کنیم می‌نویسه ساینتکس ارور، یعنی غیر پرانتز آخر، یعنی فقط به پرانتز آخر گیر نمیده، خودش یه پرانتز ته کار اگه نبندیم میبنده. خب کلکو بزنیم، از همون میپرسه وای علامت سوال 0 سی علامت سوال 25 صدم x علامت سوال 0 به من میده 49 36 و y علامت سوال 49 36 سی که همون 25 صدمه ردش میکنم x 25 صدم مقدار میشه 65 65. یه سوال، این سوال از دو روش حلش کردیم الان، نه بعد جواب نهایی نیممون از دو روش نه روش اویلر اصلاح شده از رانکوتا و تیلور مرتبه 2 بهتره. ولی جوابش خیلی متفاوت نشد. چرا؟ خب جوابا در حد صدم هزارم اختلاف ها، یعنی جواب هایی که ما به دست میاریم با تیلور مرتبه 2 رانکوتا مرتبه 2 از یه جایی به بعد وقتی دو رقم اعشارش رو اصلاح میکنه میره رو رقم سوم، وقتی سه رقم اصلاح میکنه میره رو رقم چهارم. یعنی ممکنه جوابی که ما به دست میاریم در هر سه روش مثلا تا دو رقم اعشار شبیه هم باشن، فقط اختلافشون رو رقم سوم باشه. البته الان فرق میکنه جواب قبلی چند بود یادته؟ نه ولی منم یادم نیست جوابش، ولی جواب ها یه ذره این بهتره، یعنی اویلر اصلاح شده دقتش بالاتر. بله اویلر اصلاح شده از رانکوتای مرتبه 2 بهتر. اگه جواب واقعی اینو داشتیم، یعنی این معادله رو اگه جواب واقعیشو داشتیم میتونیم جواب واقعیشو به دست بیاریم. چجوریه گفتی؟ مقدار میذاریم توش دیگه. خب نه تایپش میکنیم نیمو میذاریم توش. نه جواب واقعیش این معادله‌شو چجوری حل کنیم؟ مشتقش یا انتگرال درس معادلات این معادلش جدایی پذیره، یعنی اگه بنویسی دی وای به دی ایکس میشه 2 تا ایکس به علاوه 1 کوسینوس 2 وای. این میاد تو مخرج این میاد اینجا. حالا میتونیم از طرفین انتگرال بگیریم. خب این سکانت 2 وایه، انتگرال سکانت چی میشد؟ ln سکانت به علاوه تانجانت انتگرال سکانت میشد. خب ولی این 2 وای رو باید بگیری u که خب این 2 وای رو بگیری u 2 تا دی وای، یه 2 اینجا میخواد 1 دوم، پس میشه 1 دوم ln سکانت 2 وای به علاوه تانجانت 2 وای. این میشه انتگرال سمت راست مساوی با خب این 2x میشه x2 2 هم که میشه 2x به علاوه c. این میشه جواب واقعی این معادله. حالا اگه بخوام c رو به دست بیارم بعد چیکار کنم؟ به جای x بذارم 0، به جای y هم بذارم 0، بعد دو طرف معادله با هم برابر باشن. خب اینجا که x رو 0 بذاری 0 بذاری این که میشه c. اینور چی میشه؟
تانجانت صفر میشه یک میشد. تانجانت صفر میشه سینوس صفر به کوسینوس صفر میشه صفر. اما سکانت 2y میشه 1 به کوسینوس صفر. کوسینوس صفر میشه یک. یک یکم میشه 1. پس اینجا میشه 1. ln 1 میشه 0. پس این ور تساوی هم میشه 0. پس c میشه 0. پس c ما 0. این میشه جواب واقعی. حالا اگه جواب رو به ازای نیم بخوای باید به x بدی نیم تا این جواب به دست بیاری. البته از این معادله بخوای y رو به دست بیاری خودش یک کار بسیار سختیه. یعنی من اگه الان بخوام به دست بیارم ولی میتونم سرچ کنم ببینم. آره میتونیم این معادله رو بدیم به ماشین حساب. خب این 2 برابرش کنیم طرف اینو. این معادله رو بدیم به ماشین حساب. به جای x بذار نیم. یا بزنیم به ماشین حساب. از سالو ماشین حساب استفاده. از سالو ماشین حساب استفاده می‌کنم. جانم اشکال نداره. بذار حالا دیگه معادله‌اش هم رفتیم تو درس معادلات هم حل کردیم. یه درس یه سوال معادلات. آره یه سوال معادلات هم حل شد. البته اینجا سال و ماشین حساب هم به دردمون میخوره. من میتونم به جای x بذارم نیم. البته طرفین در یه 2 ضرب میکنم. 2 تا نیم به توان 2. اول بیا اون ورم تساوی رو تایپ کنیم. ln خب سکانت میشه 1 به ماشین حساب تو سکانت نداره. می‌نویسم 1 به کوسینوس 2x پرانتز بسته به علاوه تانجانت 2x. چرا 2x میذارم؟ چون ماشین حساب فقط سالبش بر حسب x. خب پرانتز بسته ln که تایپ کردم پرانتز بسته مساوی با 2 تا نیم به توان 2 به علاوه 4 تا نیم. 4 تا نیم میشه چند؟ 2. اینو 2 برابر کردم دیگه. بعد در 2 کردم 2 تا نیم به توان 2. 2 تا 2x هم که میشه 4x. x هم گذاشتم نیم. حالا اینو ماشین حسابو سالوشو بزنم یه x نزدیکش بدم مثلا همین نیم. جواب بهم میده خیلی طول کشید. فکر داره میکنه. آره بهم میده 7034 ممیز 7034. یعنی جواب واقعی 7034. این 65 یعنی 5 با جواب واقعی اختلاف داره. خب البته طبیعیه ها. خطاش چه خیلی معادله تو سخت چی؟ خطاش چه مرتبه‌ای از او چه؟ این OH4 OH2 رو از بین میبره میشه OH4. اینجوری میره به جواب میرسه. ولی خب میگم چون معادله سخته جوابش هم به این شکل به دست اومد. ما به دست آوردیم 60. فکر کنم قبلی 53 صدم بود. حالا چیزی که تو ذهن منه میتونیم به دست بیاریم بیایم اون قبلی 53 صدم بود. حالا بچه‌ها که ویدیوها رو دارن میبینن ولی این جوابش به جواب واقعی نزدیک‌تره. چون جواب واقعی ما با سال به دست آوردیم شد 7034. خیلی خوب. این دفعه مثال ما یه تفاوت خیلی گنده داره. مثالای قبلی همه مرتبه 1 بودن. بود y پریم مساوی با یه تابعی بر حسب f x و y. اما مثال الان یه معادله مرتبه 2. خب برای حل معادلات مرتبه 2 3 و بالا باید بیایم از تغییر متغیر استفاده کنیم و معادله مرتبه n مون رو تبدیل کنیم به یک دستگاه n معادله n مجهول مرتبه اول خطی. یعنی از یک معادله مرتبه 2 میرسیم به یه دستگاه 2 معادله 2 مجهولی مرتبه اول خطی و بعد میدونیم روش خواسته شده رو روش چیکار کنیم؟ پیاده کنیم. خب برای این کار باید از تغییر متغیر استفاده کنم. چی بگیرم؟ y رو بگیریم x1 و آفرین. میتونم متغیر x1 رو تعریف کنم y و متغیر x2 رو تعریف کنم y پریم. بچه اگه اینجا تا y تیرس بود x3 رو میگرفتیم y زگون و به همین ترتیب تا آخر. این تغییر متغیر من چه اتفاقی میفته؟ خب الان اگر شما بیاین از این عبارت y زگون رو به دست بیارید، یعنی از معادلمون بیاین y زگون رو به دست بیارید، اینم یه y پریمه. اگه بخوام y زگون رو به دست بیارم y زگون میشه 2 y پریم منهای y. خب
وای پریم چیه؟ x 2 وای x 1 پس این میشه 2x2 منهای x 1. اما وای زگون یعنی چی؟ یعنی x یعنی 2 وای پریم دیگه. وای پریم پریم. میشه x 2 پریم. آفرین. x2 پریم میشه وای زگون. پس اینجا معادله اول من، مرتبه اول خطی من این میشه که x2 پریم میشه 2x2 منهای x1. از طرفی مگه x1 پریم نمیشه وای پریم؟ یعنی x 2. آفرین. این هم میشه معادله بعدی ما. خب اینجا ما دنبال چی میگردیم؟ دنبال x1 ها. پس اگر x1 رو به دست بیاریم توی 2 مرحله هم باید بهش برسیم چون 0 رو بهمون داده 2. آفرین. بیا الان اینجا یه شرط اولی برای این پیدا کن. یه شرط اولیه برای این پیدا کن. همون چیزی که توی ناحیه 0 در نقطه x2 در نقطه 0 میشه 2. یه شرط برای این پیدا کن. x1 که همون y1 که در نقطه 0 میشه 1. پس من بخوام این معادله رو حل کنم 2 تا جدول باید بکشم. این که متغیر t مونه که خب این معادله بچه‌ها میتونست t هم داشته باشه. کجا؟ اینجا. یک معادله میتونست. آفرین. این t مقادیرش میشه 0 نیم و 1. خب پس الان هر دو معادله تیاشون 0 نیم 1. این هم 0 نیم 1. اما اینجا یه مقدار x1 داریم یه مقدار x2 داریم. x1 در 0 چنده؟ x1 همون وایه. y در 0 چنده؟ 1. آفرین. و x2 در 0 چنده؟ آفرین 2. خب الگوریتم تیلور میگفت با کمک این دوتا اینو به دست میارید. وقتی اینو به دست آوردید حالا با کمک این دوتا اینو به دست میارید. ولی ما یه نکته‌ای داریم. ما توی محاسبه مثلا x2 به x1 احتیاج داریم. توی محاسبه x2 x1 به x2. پس ما این دوتا رو باید با هم پیش ببریم. یعنی من باید اول x1 رو در محله نیم به دست بیارم، x2 رو هم در محله نیم به دست بیارم. حالا ممکنه برای محاسبه x1 تو 1 این دوتا رو بخوام، این داده ها رو بخوام، از این داده ها استفاده میکنم. خب بریم روش تیلور رو بنویسیم. فرمول تیلور. من به این یه اسم میدم برای خودم، اصلا مهم نیست. f مثلا x1 و x2 و t. گفتم این میتونه t داشته باشه ولی این t دیگه 100% نداره. این مثلا g x1 و x2 و t. حالا اینم براش t می‌نویسیم ولی کلیه، ولی اینا هیچ کدوم t ندارن. یعنی اگر معادله حتی مرتبه 3 هم بود دو تا این شکلی داشتیم. یعنی داشتیم x1 پریم x2 x2 پریم x3 x3 پریم مساوی با اون تابعی که روبروش قرار میگیره. اگه معادله مرتبه 4 داشتیم x1 پریم x2 x2 پریم x4 پریم میشد یه تابعی بر حسب فلان. خب حالا بیایم فرمول تیلور رو بنویسیم. من اگه بخوام x1 رو تولید کنم x1 n به علاوه 1 اینجوری می‌نویسم x1 و n به علاوه 1 یعنی x1 بعدی اینجا، یعنی علامت سوال بعدی میشه x1 و n به اضافه h اینجا نه x1 مجهولش جیه میشه h g x1 و n x2 و n و t n اون مرحله به علاوه h2 دوم g پریم همینا دیگه نمی‌نویسمش به علاوه h3 ششم g زگون. این میشه x2 و n به علاوه 1 چی میشه؟ x2 و n به علاوه 1 میشه x2 و n h f به علاوه h2 دوم f پریم به علاوه h3 ششم f زگون. g پریم همون f میشه درسته؟ g پریم بله f.
خب ولی شما گفتین که G میشه F، یعنی اینجوری گفتین H F H دو دوم G پریم. نه F بریم برای X2 همه این G ها میشن F دیگه. ولی نه ما اینا رو جدا جدا حساب میکنیم. کاری به مسئله الان نداریم. ما اینا رو کامل با هم دیگه چیکار میکنیم؟ حساب میکنیم. الان مثلا میگم G پریم میشه چی؟ G پریم یعنی از این تابع مشتق بگی. یعنی میشه X2 پریم. خب X2 پریم میشه 2x2 منهای x1. یعنی اینجا به جای G پریم میذاریم 2x2 منهای x1. حالا G زگون چی میشه؟ از این دوباره باید مشتق بگیریم. میشه 2x2 پریم منهای x1 پریم. به جای x2 پریم خود f رو دوباره میذاریم، به جای x1 پریم اینو قرار میدیم. جواب به دست میاریم. برای f پریم دوباره همینطور مشتق میگیریم. پس اینو بعد رابطه‌اش مشتقاش چیکار کنی؟ به دست بیاری. خب من تخته رو پاک کردم. اون اطلاعاتی که لازم داشتم از قبل بمونه رو اینجا نوشتم. من میدونم f هم 2x2 منهای x1 مساوی با x2 پریم، جیم x2 همون x1 پریم. اینم فرمول تیلور مرتبه 3. یه بار برای x1 یه بار برای x2. خب من باید g پریم و g زگون f پریم و f زگون رو مشخص کنم. خب f که مشخص کردم، g رو مشخص کردم. بیاین g پریم رو به دست بیاریم. g پریم میشه x2 پریم. x2 پریم چی میشه؟ میشه 2x2 منهای x1. آفرین. حالا بریم g زگون. یه بار دیگه از این مشتق آفرین میشه 2x2 پریم منهای x1 پریم. خب 2x2 پریم x2 پریم میشه 4x2 منهای 2x1 منهای x1 پریم هم که میشه منهای x2 که 4x2 منهای میشه 3x2 منهای 2x1. این جی زگون. حالا f پریم و f زگون. f پریم همینه، یعنی همینی که الان نوشتیم 2x2 پریم که همین میشه 3x2 منهای 2x1. حالا f زگوند میشه 3x2 پریم منهای 2x1 پریم. خب x2 پریم اینه میشه 6 تا x2 منهای 3 تا x1 6 تا x2 منهای 3 تا x1 منهای 2 تا x1 پریم که منهای 2 تا x2. 6 منهای 2 میشه 4x2 منهای 3x1. این میشه فرمول f زگون. استاد 4 تون درست بنویس. اینم 4. خب حالا بیایم اینو تو ماشین حساب پیش بریم. تایپ نمی‌کنیم چون اعداد راحته، میتونیم همینجوری جاگذاری کنیم. ولی میشه 2 تا فرمول همزمان با هم دیگه؟ نه همین خلاصه شدهشو بذاریم جاشو تایپش. میتونیم آره. اینجا میتونیم به جای x1n از واژه x استفاده کنیم، به جای x2n از واژه y استفاده کنیم و به این ترتیب مسئله رو اجرا کنیم. میتونیم این کارو بکنیم. ماشین حساب من میدی؟ بله. میکنم پیش تو. خب بیاین همین کارو بکنیم. h اینجا ما از c استفاده کنیم یا کار نه خود نیمو بذاریم، خیلی فرمولش طولانی نیست. خب x1 رو گفتم چه کلمه ای؟ x. پس میشه x به اضافه نیم پرانتز باز g x2 گفتم چی؟ y. خب y رو بهش میدیم پرانتز بسته به اضافه خط کسری نیم به توان 2 تقسیم بر 2. حالا پرانتز باز g پریم 2y منهای x. آفرین 2y منهای x پرانتز بسته به اضافه خط کسری نیم به توان 3 تقسیم به 6 پرانتز باز 3 تا y منهای 2 تا x 3y منهای 2x پرانتز بسته 2 نقطه. حالا اینو تولید میکنیم کو این که میشه y به علاوه نیم به اضافه نیم پرانتز باز
علاوه f که f چیه؟ 2x2 یعنی 2y 2y منهای x x پرانتز بسته به اضافه خط کسری نیم به توان 2 تقسیم به 2 2 پرانتز باز 3y منهای 2x منهای 2x به اضافه خط کسری نیم به توان 3 شیشم خب 4 تا y منهای 3 تا x 4 تا y خب جا کم آورد گفتی اولش ما رو سی میزدیم گفتی سی بذاریم بله. خب برمیگردیم اصلاح میکنیم بچه فرمول من کلا الان جا کم H آورد رو باید بذاریم سی که بعد از همون پرسید کامل خب بتونیم من الان پاک میکنم اینا رو خب کلا پاک شد فرمولش بیا یه بار دیگه ما این فرمولو اونطوری که من گفتم جا میشه تو ماشین حساب زدم جا نشد جا کم آورد برمیگردیم به حرف مریم گفت به جای اچ ها از کلمه سی استفاده کنید خب من نیم 3 کاراکتر اشغال میکنه حرف اچ یک کاراکتر و اینجا چند تا کاراکتر به نفهمه و ما تقریبا همینقدر کاراکتر کم آوردیم یعنی تا h3 شیشم تایپ شد فقط f زگون دیگه داخلش تایپ نشد یعنی این چند تا کاراکتر رو کم آورد پس برمیگردیم فرمول تایپ میکنیم خب به جای x1 گفتیم از x استفاده میکنیم به علاوه c به اضافه c در پرانتز باز y به علاوه c به توان 2 دوم به اضافه c به توان c به توان 2 دوم در 2y منهای x 2y منهای x پرانتز بسته خب c به توان 3 شیشم به اضافه c به توان 3 شیشم پرانتز باز در 3y منهای 2x منهای 2x پرانتز بسته 2 نقطه حالا میریم فرمول بعدی با y شروع میشه y به علاوه c به اضافه c در 2y منهای x 2y منهای x پرانتز بسته به اضافه خط کسری c 2 دوم پرانتز باز f پریم f 3y منهای 2x 3y منهای 2x پرانتز بسته به اضافه خط کسری c به توان 3 شیشم 4y منهای 3x 4y منهای 3x تمام جا شد خب کلکو میزنم ازم میپرسه x علامت سوال x چی بود؟ x میشه 1 x1 بود پس میشه 1 میپرسه c علامت سوال c نیم h مون بود و میپرسه y علامت سوال که x2 در شروع بود مساوی که بزنم اولی رو بهم میده 59 24 یا 2 ممیز 45 83 این چی بود؟ مقدار x در x 2 ممیز 45 83 مساوی بعدی 197 48 که میشه 4 ممیز 10 42 این عدده اگر تو رابطمون تی داشتیم بچه‌ها گفتم ممکنه اینجا تی داشته باشیم اگه تی داشتیم تی میپرسید بعد بهش میدادیم 0 خب حالا مساوی میزنم دوباره ازم x میخواد این دفعه x میشه نیم 2 ممیز 45 83 آفرین y هم c که همون نیمه ردش میکنیم y میشه 4 ممیز 10 42 10 42 5 ممیز جواب نهایی 38 32 این میشه جوابی که ما دنبالش میگردیم چون سوال گفته y1
وای هم که همون چی بود؟ وای معرفی همون x1 بود دیگه. وای ما تعریف کردیم، x1 حالا پاکش کردیم توی قبل هست. این میشه جوابی که ما دنبالش میگردیم. حالا اگه سوال اضافه تر ممکنه میپرسید وای پریم یک چی میشه؟ یه دونه کلک دیگه بزنیم. آفرین، یه مساوی دیگه بزنیم. جوابی که اینجا میده 8-0.921. این میشه مقدار وای پریم یک. 8-0.921. این معادله رو با درس معادلات میتونید حل کنید. میتونید جواب واقعیشو بگی؟ درس معادلات اصلا طولانی میشه ویدیو. آیه مظاهری. آفرین، R2 منهای 2R به علاوه 1. اینجا بنویسم R2 منهای 2R به علاوه 1 مساوی با 0. اتحاد مربع میشه R منهای 1 به توان 2 که جوابامون Y3 میشه C1 E به توان X به علاوه C2 X E به توان X. یه مشتق هم ازش بگیر. میشه بازم C1 E به توان X به علاوه مشتق اولی در دومی میشه C2 E به توان X به علاوه C2 X E به توان X. خب صفر رو بذارم بعد بشه 1. یعنی صفر که بذارم این که میشه خب صفر C یکی به توان X بعد بشه 1. پس C1 میشه 1 چون E به توان صفر هم که میشه چند؟ 1. پس C1 میشه 1. پس C1 میشه 1. خب مشتقش دومش صفر که بذاری خب این که صفره. بله. هیچی چون به جای x ها که صفر بذاری C1 به علاوه C2 باید بشه اون 1 2. پس C2 هم 1. پس C2 هم 1. آفرین. پس جواب واقعی ما میشه این. این جواب واقعی منه چون هم C1 هم C2 شدن 1. خب من چی رو میخوام؟ وای 1. خب اگر به جای x ها 1 بذارم میشه E به توان E به علاوه E یک که میشه ای به علاوه ای میشه 2e. ببینیم 2e چنده؟ جواب واقعی 2e. 2e 5-43-66 چون 2 هفدهم تقریبا ای 2 هفدهمه شد 5-43-65 جواب واقعی 43-66. چقدر اختلاف داریم؟ تقریبا 1 کمتر از میشه تقریبا 43 تا 8 500. جواب ما با جواب واقعی تقریبا 500 اختلاف داره. پس جواب قابل قبولیه. البته خب تیلور مرتبه 3 هم هست. اگر اینجا میومدم یه مرتبه دیگه اضافه میکردم یعنی یه GTRs و یه FTRs هم میگرفتم چون مشتق گیری از اینا خیلی سخت نیست. چون مشتق گیری آسونه بچه‌ها میتونیم مرتبه رو هر چقدر دلمون میخواد ببریم بالا. ولی که تو ماشین حساب 100% جا چون همین الانم مربع مشکی شروع کرد به نفس زدن. ولی دیگه ما ماشین حساب نمیخواد. من همینم میتونستم بدون ماشین حساب کنم. یه H424 FGTRs و FTRs اضافه بشه قول بهتون میدم جوابش حداقل تا 2 رقم اشار با جواب واقعی یکی میشه. یعنی خطا میره رو رقم سوم. یعنی جواب خطا میره رو 1000. میتونید تو خونه اینو حتما تستش کنید. تو خونه این کار انجام بدید. یه مرتبه دیگه از اینا مشتق بگیرید و به این فرمولا اضافه کنید. H424 FTRs H424 GTRs مشتق سوم. جواب به جواب واقعی 100% نزدیکتر خواهد شد. تمام. شب امتحان دل بیقرار به داد و روی کاغذ خط و حساب چشم هم خسته پر از جواب یه بیت موضوع خنده و شاد ویدیو بعدی راه نجات